بسم الله الرحمن الرحیم. مجتبی هستم از پیج دکتر سلامتی. هدف از راه اندازی این پیج در یوتیوب بالا بردن سطح دانش و به اصطلاح علم پزشکی و خدمات پیراپزشکی در سطح عموم مردم هست و امیدوارم که بتونم با ویدیوهایی که ارائه میدم کمک شایانی در زمینه و ارتقاء سطح فرهنگ استفاده از داروها، خدمات فیزیوتراپی و آموزش هایی که در این خصوص ها هست بتونم کمک های لازم را به تمامی آحاد مردم ارائه بدم. با این وجود علیرغم تمام مشکلاتی که در زمینه های متفاوت در این زمینه هست و خود درمانی هایی که مردم در زمینه دارو دارن در زندگی روزمرهشون انجام میدن، بر آن شدم که آموزش داروشناسی را به اصطلاح به مردم ارائه بدم و کمک شایانی بتونم کمک کنم که هم جلوگیری بشه از خود درمانی و همین که بار علمی مردم و آگاهی مردم از به اصطلاح قسمت فارماکولوژی یا همون داروشناسی در بین مردم زیاد بشه. کتاب مرجع داروهای ژنریک ایران نوشته به اصطلاح دکتر علی اسداللهی امین. این کتابی هست که من رفرنس میکنم بهش و به اصطلاح تمامی داروها را از این کتاب استخراج میکنم. تمام بانک دارویی ایرانه و هر آنچه که ارائه میشه از طریق ویدیوهای بنده با رفرنس از این کتاب داره ارائه میشه و چیزی فراتر از اون نیست. هدف بالایی که این جانب در این خصوص دارم اینه که بتونم بار فرهنگی که و بار دانشی که مردم از آن بی اطلاع هستند را در زمینه فارماکولوژی داروشناسی به مردم ارائه بدم و به مخاطبین ارائه بدم و بتونم که کمک شایانی در این خصوص داشته باشم. آخه علیرغم این که همه اکثرا توی خونه هاشون یکی سبد دارو دارن، تا یه جاشون درد میگیره سریع رجوع میکنن به داروها و شروع میکنن به خود درمانی کردن و نمیدونن، با علم به این که نمیدونن چه دارویی برای چه جایی از بدن مفید هست، چه مضراتی میتونه برای بدن داشته باشه، بدون هیچ گونه آگاهی از دارو استفاده میکنن و نمیدونن که چه عواقبی میتونه استفاده از این داروها برایشون داشته باشه. پس بنده به عنوان یه عضو کوچیک از جامعه پزشکی ایران که خدمات فیزیوتراپی و درمانی محدود، حالا ترمیم زخمای بستر، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، ماساژ و اینجور چیزها رو دارم ارائه میدم، تزریقات، پانسمان و اینها، بران شدم که یه به اصطلاح کاتگوری ارائه بدم در خصوص به اصطلاح داروها و اون چیزی که در به اصطلاح مردم رواج داره استفاده کنن، درست و صحیح استفاده بشه. برای همین از شما مخاطبین محترم به اصطلاح تقاضامندم که ویدیوهای ما رو دنبال کنید، از نظراتتون استفاده میکنم، زیر پست ها لایک بذارید و کامنت بذارید که آقا هر دارویی که مد نظرتون هست من به تمام کامنت ها جواب داده میشه، میبینمشون و میخونم و جواب میدم بهشون در اسرع وقت. کامنت هاتون باعث دلگرمی بنده است. این ویدیو صرفا آشنایی با بنده بود و آشنایی با پیج این جانب و انشالله در ویدیوهای بعدی سعی میکنم به صورت آلفابت یا الفبا از این کتاب شروع کنم و تا انتهاش برای شما تمامی داروها را آموزش بدم و به نحو احسن بتونم خدمت کوچیکی به جامعه مردم ایران عزیزمون داشته باشم. با توکل از شما خداحافظی.